هلو گایز، بچه حالتون چطوره؟ مهدی پرگتوی هستم. امروز اومدم یه دوئل خفن با یه چیتر که آخرش نمیدونم اون فشاری میشه چی میشه. نگاه کن فقط داره چجوری میزنه. منم باز مثلا خوب زدمش در اون رنجی که زدم، باز خوب بود. اون اندازه‌ای که زدم، درصدی که زدم، باز میشه یه چیتر باز خوب. بچه همانطور که مشاهده هستید فعلا چیز خاصی نیستش، ولی باز یه ذره سرعتش بالاتر از منه. نگاه کنید فقط دیگه. حالا این ور بودش یهو چجوری شد گیب شد رفتش اون ور. بعد الان نگاه از وسط یهو میاد تو سرعت چی رو داره فقط. بعدم دیل متیک نداشت، دیلشو نگاه اپیکه. یهو متیک میشه دیل کیلوه میتیک رو برمیداره. نگاه کنید فقط اینا. حالا باز خوبه واسه یارو استعداد داشته باشه، باز خوبه، ولی این دیگه زد دیگه چیه. الان نگاه دوباره میاد از بغل اومد. سرعت رو نگاه بکنم. دیل کیلو متیک کشید؟ نه هنوز نکشیده فعلا. یه 7-8 تایی میزنه بعد میکشه. 1-8. یا بخور بابا، میخوای روی ما رو کم میکنی. خب بچه ها برعکس اینم به افتخار شما، اینم میتونم سخت نامستم به دمل زدیم که نشدش. سرعت چی رو داره؟ نگاه کن منطقیه. این ور آهنمون منو میزنه. وای 10-2 اصلا منطقی نیست. نگاه کن فرار میکنه. یا بخور بابا. من دیل اینو بکشم اینم چیه. دیلش هم دانلود ندارم. اپیک دیلش تو وسط. آمار آدم رو داره مثلا دقیق آدم هر جا میسته بیا. آخه کجا بود 3 ساعته بکنم ما پیش سرم. این اگه دیل میتیک داشتش اولش میکشید. دیل میتیک نداشت، چیت زده. اون چیت دیل داره، بعد استریم ریموت کرده اسمشو. فقط بپیچ داشت بس فقط وسط من. 11-4 باز خوبه به نظر من. بازیش هم خوبه ولی سیت هم زده دیگه. یا خود چجوری تیر تو که نزدی؟ تیر نزدی یه داشت. بیا این چیت نیست به نظرتون؟ واو اینو بزنم 10 من میگم خدا وکیلی. لایک رو بترکون تا اینجا که اومدی. یه لایک و یه کامنت هم بذار. سابسکرایب یادتون نره، حمایت کنید دیگه. بیا اینم هدشو زدم 6-13. خدا وکیلی این 10 تا لایک داره. هر نفر باید 10 تا لایک بذارن تو کامنت ها. یا چجوری میزن دیگه. هلو چه کشید گلمتی که کشید. یا منطقی نیست بازیگران جانگاه راش داده چجوری میزنه. سرعت اینو نگاه، سرعت منو نگاه میکنم. دوم ایرانیه سرعت اینقدر بالاه ها. چجوری میزنی داش؟ سیت چی رو زدی؟ نگاه کنید اسلام جان احتمالا باید چپ بیاد.
نیستش، وسط هم نیستش. کجاست پس این؟ یهو میبینی راش میده، یهو میبینی میگانه. اصلا معلوم نیست قدم بعدی تو به کسی نگو، این اصلا خودش هم نمیدونه قدم بعدیش چیه. بیا دیگه باید بمیره دیگه، 10 بار زدمش نمیمیره. باز خوب دمم گم، باز خوب برم بازی میکنم. بچه تو رو خدا این لایک ها رو بتری کنید، اینو نشر کنید، یعنی ببیننده ویو بالای 100 تا بخوره. این ویدیو فیلم شورت نیست دوست نمون. واو این چیه آخه، فشاریمون کرده. واو بریم شروع راش میدیم و میریم جلو، نک میشیم و میشیم بلو. بیا واقعا راش دادیم و رفتیم جلو. اسمک میندازه که ریوایف کنه، اما میره لابی استارت کنه. بیا همین استارت کرد. دوئلای شرطی مرتی هستم، میذارم چنلم هر چیگر دوست دارید همونو بگید بگم. بیا به گل داشومید سیستو. بچه داشومیدم یه خبر خوب داشومیدم، گفته متیک بیاد میام. این جداگانه ویدیو داشت، اومدم تو این ویدیو گفتم چکیده حرفای علی نمیدونم چی بود، یادم نفسیم چکیده حرفای اون اینه که داشت امید یه مشکلی پیش اومده براش، اینکه اینم با کی بحثش شده، به خاطر اون چیز شده. علی رفته با رفیقاش و خود داشت امید چت کرده، ازش پرسیده چرا ویدیو نمیذاری، بعد گفته این مشکل پیش اومده. چکیده حرفاشیم ویدیو رو طولانی شد، یارو داره فقط فینیشر میخواد بزنه. سطح ما نیستی داشت اینجوری داشت میخواد بیاد داره سی پی چارج میکنه. اینو باید زودتر میگفتم قبل از اینکه سیزن بیاد، اینو گذاشته بود تو چنلش. من الان اومدم ویدیو رو درست کردم. این ویدیو رو بخاطر داشت میدم هست لایک کنید که این برسه به دستش، به طرفدارای داشت امید خیلی زیادتر از اون چیزی که فکرشو میکنن. اصلا ویدیو گیم اهل دلن همه. نگاه کن 3 ساعته با اینکه چیت زده نمیتونه یه دونه فینیش بزنه. داشت بیاد فینیش بزن، بدبخت ندیده. خب که چی مثلا چیت میزنی میری توی چیزی، باز برو رنگ کافی چیزی بزن، یه چیزی یه پستی بهت بدم، یه لقب بزن. اومدی با داخش مهدی بازی میکنی. اینجا یه لحظه کار پیش اومد برام، اومدم اینجا الان دیگه لفت دیدم از بازی. کار پیش اومد سیفور میاد آخه 27 من 10 هم 17 تا از هم جلوه سیفور میاد. بدبخته دیگه. نگاه کن میاد پشت فینیش بزنه پست گل. عقلش کم این لفت دادم، اینجا لفت دادم، اسمش هم استیمیات گذاشته. خب بچه ها ممنون که تا انتهای ویدیو تماشا کردید. از این به بعد ویدیوهای جلوتری رو میذارم. این اولین ویدیو بلند من بود که 9 دقیقه و 16 ثانیه و 6 ثانیه بود. خدا نگهدار. قلبو قرمز کن.